به نظر میسه که در این تقریبا 2 هفته که گذشته میزان خطایی که آمریکایی‌ها کردن در مقایسه با اسرائیلی‌ها بیشتر بوده، چه در مورد اون مدرسه مینا، چه در مورد هلیکوپترهاشون در کویت، چه الان در مورد این هواپیمای سوخترسان بر فراز آسمان عراق. چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ چرا اینطور هستش که اینقدر اشتباهاتی پیش میاد که چه در زمین ایران چه در خود نیروهای آمریکایی تلفات به بار میاره؟ بله، متاسفانه اشتباهات هدفگیری واقعا تأسف آوره، به خصوص هدفگیری مدرسه مینا واقعا باید بررسی بشه و از اتفاقای مشابه جلوگیری بشه و چندین اتفاق دیگه هم در حال بررسی است مثل این که در اتفاق افتاده. ولی به هر حال در این شرایط جنگی بانک‌های اطلاعاتی که وجود داره برای هدف‌ها در مواردی ممکنه بانک‌های اطلاعاتی قدیمی باشن، به روز نشده باشن، یا برخی نشانه‌هایی که خیلی مشخص بوده. مثلا همین مدرسه مینا خب یک وبسایت داشته و در شرایطی که بشه اطلاعات محرمانه رو با اطلاعات غیر محرمانه ترکیب کرد، میشه از خیلی از اتفاقات مشابه جلوگیری کرد. خب در مواردی اتفاق نمیفته و این واقعا تأسف برانگیزه.